طی سالهای اخیر با تشبث و توجه به اندازه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان صف زنان رهبری کننده بیشتر گردیده، مقام و منزلت زن مادر در کشور بالا رفته است. این نکته را شهردار خوجند معروف محمدزاده ضمن برگزاری چهاربینی تنتنوی بخشیده به روز مادر بیان نمود. محض با تشبث و ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنه 8 مارس در جمهوری ما همچون روز مادر تجدید کرده میشد که بیانگر سپاس و احترام و اخلاص بی‌پایان به زن مادر محسوب می‌یابد. چنانکه که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند با آغاز احیای طبیعت، فصل روییدن سبزه، شکفتن گلها و جامعه سبزی بهاری وطن کردن دشت و صحرای سرزمین زیبای ما راست آمدن روز مادر رمزی بسیار نیک و خجسته میباشد. علاوه گردید که پیشوای ملت عزم و اراده و مسئولیت شناسی زنان را همچون نیروی بزرگ جامعه ارزیابی کردند، دستور دادند که آنها بیشتر به کارهای تعلیمی و رهبری جلب کرده شوند. در این زمینه صف زنان رهبری کننده در بخش ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در قیاس به سالهای قبلی بیشتر گردیده است. ابراز گردید در ادامه چهاربینی. در پیام نوبتی خود رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از جمله ذکر داشتند ما من بعد از جهت عملی نمودن فرمان پرزیدنت دایر به بلند برداشتن مقام اجتماعی زنان در جامعه چاره‌های ضروری اندیشیده زنان و بانوان لایق‌مند را به وظیفه‌های دولتی و رهبری جلب می‌کنیم. با قناعتمندی اظهار می‌دارم که زنان و بانوان مملکت در تطبیق سیاست دولت برابری مردان کار و فعالیت نموده در رشد جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد و دنیوی سهم ارزنده گذاشته ایستاده‌اند. همچنین ذکر گردید که در برابر نگاه و بین و پرستاری و کمالات معنوی و جسمانی فرزندان خود زنان را لازم است آنها را در روحیه خودآگاهی و خودشناسی، هویت و افتخار ملی، وطن دوستی و حفظ مرز و بوم تربیت نمایند. اگر آبادی و ثبات جامعه از آسایش و آرامی هر یک عائله وابسته باشد، در نوبت خود آبادی هر یک خاندان از روحیه سالم و سازنده، سطح معنویات و معرفتناکی و تندرستی زن مادر وابسته است. ذکر گردید در چهاربینی. در ادامه به چند از بانوان فعال مرکز ولایت که فعالیت صادقانه و صافدلانه انجام دادند تحفه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و ریاست معارف ولایت تقدیم کرده شد.